توی دنیای خودرو بعضی مدل خودروها هستن که فقط وسیله نقلیه نیستن، بلکه بخشی از تاریخ و خاطره هامون هستن که امروز قراره بریم سراغ یکی از اون افسانه ها. اون چیزی نیست جز تویوتا لند کروز سری 40. داستان لند کروز به دهه 50 میلادی برمیگرده، زمانی که ارتش آمریکا دنبال یه ماشین مقاوم بود و تویوتا شروع به طراحی کرد. سری 40 در سال 1960 تولید شد. طراحی ساده، بدنه فلزی محکم و توانایی فوق‌العاده. لند کروز سری 40 نه فقط یک ماشین آفرود، بلکه یه همراه همیشگی برای کوهنوردها، نیروهای امداد، ارتش و حتی روستایی‌ها بوده. در ایران از زنگ تحمیلی گرفته تا کوههای البرز، از بیابون‌های سیستان تا جاده‌های روستاهای شمال، همه جا میتونی لند کروز سری 40 رو سری 40 در مدل‌های مختلفی عرضه شد. FG40 مدل 2 در، رایج‌ترین مدل، BG40 نسخه دیزل و FG45 مدل پیکاپ یا لند کروز کشیده و FG45V مدل بلندتر یا ظرفیت بیشتر برای حمل مسافر یا تجهیزات. لند کروز سری 40 با موتورهای مختلفی عرضه شد. مدل F با موتور 3.9 لیتری بنزینی و مدل F2 با قدرت بیشتر عرضه شد و موتورهای دیزلی مثل مدل B و H2 برای صادرات به کشورهای سختگیرتر. گیربکس 3 و بعد 4 دنده دستی و دیفرانسیل گفت‌شونده و شاسی قوی باعث می شود این ماشین از پس هر جاده سری 40 به خاطر طراحی خاص معروف، بدنه جعبه‌ای، گلگیرهای برجسته، چراغ‌های گرد کلاسیک و درهای فلزی ضخیم، هم از نظر استحکام و هم راحتی تعمیر و هم از نظر زیبایی در هر شرایط آب و هوایی، سری 40 آماده حرکت. با اینکه تولید سری 40 در سال 1964 متوقف شد، ولی هنوز زنده است. امروزه خیلیا این ماشین رو بازسازی میکنن، رنگ میزنن، سیستم تعلیق و موتور رو بروز میکنن و بهش یک جون تازه میدهند. تو مزایده ها و نمایشگاه ها لند کروز سری 40 همیشه جزو محبوب هاست. لند کروز سری 40 فقط یک ماشین نیست، یه نماد مقاومت، سادگی و اصالت. اگر از این سبک ویدیو خوشت میاد، لایک، سابسکرایب یادت نره. حتما تو کامنت ها بنویس که دلت برای کدوم ماشین قدیمی تنگ شد.